سقوط بازار مسکن در ایران. بازار املاک به طور کامل در ایران نابود شد. ممکنه خیلی زیاد این جملات رو تو فضای مجازی ببینید و بشنوید که ممکنه دلایل مختلفی هم داشته باشه، مثلا دیده شدن یا عدم آگاهی یا اصلا نظر دادن. خب فضای مجازی برای همین چیزاست دیگه. منم میخوام نظرم رو تو این ویدیو بهتون بگم، ولی از روی تجربه و علم. برای همین از فرد با تجربه تری کمک میگیرم. وارن بافت میگه بهترین سرمایه‌گذاری‌ها در دوره‌های تورمی سرمایه‌گذاری روی دارایی‌هایی هستش که ارزش واقعی خودش رو حفظ کنه. یا مارک توین میگه زمین بخرید چون زمین دیگه تولید نمیشه. وقتی این دوتا جمله رو بررسی میکنیم متوجه میشیم هر چیزی که کمیاب باشه ارزشش علاوه بر این که همیشه حفظ میمونه، هر روز افزایش هم پیدا میکنه. وقتی یک کشور با بحرانهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مواجه میشه، یعنی مسیرهای تجاری آسیب میبینه، منابع و انرژی تو کشور کم میشه، مسائل امنیتی و نظامی تو کشور شدت میگیره، اون وقته که بازارها معمولا وارد دوره نوسان و بی‌ثباتی میشن. یعنی با یه جمله قیمت دلار طلا میره بالا، با یه عکس به شدت کاهش پیدا میکنه. تنها چیزی که میتونه راه مطمئنی برای حفظ ارزش سرمایه باشه چیزیه که کمیابه، یعنی همون زمین. برخلاف خیلیا ارزش ملک تنها وابسته به جمعیت نیست، تابع تقاضای موثره. ممکنه عوض شدن سبک زندگی، پناه بردن به یه جای امن، پیدا کردن یه مکان آروم، حتی انتقال گرفتن توی شغل، همه میتونن تاثیرگذار باشن تا جمعیت از یه شهر به یه شهر دیگه بره. برای همینه که همیشه میگم قبل از خرید ملک خوب به منطقه‌ای که قرار سرمایه خودتون رو به اونجا ببرید دقت کنید، چون ملک یک بازار انتخابیه، ولی کسی که منطقه و زمان درست رو انتخاب میکنه با کسی که هر ملکی رو میخره نتیجه یکسان نمیگیره. موفق باشید.